بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمانم سلام. شاهکار جدید کریم صیقل وهابی و سکوت تمام مولوی های سنی افغانستان. خب ماجرا از این قرار هست که ما بارها برای شما گفته بودم که تمام مولوی های فعلی سنی افغانستان همهشان کاذب، دروغگو و فتنه آور هست، ولی شما به حرف من توجه نمی کردید تا اینکه کریم صیقل وهابی آمد و همه آنها را دانه به دانه برای ما معرفی کرد. دانه به دانه برای ما گفت که فلان مولوی دروغگو هست، فلان مولوی سنی کاذب هست، فلان مولوی سنی فتنه انگیز هست، فتنه آور هست، فلان مولوی سنی از احادیث رسول الله چیزی نمیداند. دانه به دانه برای ما مشخص کرد. بیایید در ادامه این کلیپ با هم ببینیم که اون مولوی کیها بود. خب این هایی را که شما دارید میبینید کریم صیقل دانه به دانه در لایف هایش نقد کرد، رد کرد، گفت که اینها دروغگو هست، فتنه انگیز هست، از این حرفا. ببینید دانه به دانه. خب عکس هایش اینجا موجود هست، در لایفش خودش کلیپ گرفته گذاشته، در پستش متن پستش دانه به دانه نقد کرده. میگن لازم نیست من اسمش ببرم، اسمش هست، تصویرش هست، سرشناس هست، همه شما روزانه با اینها سر کار دارید و اینها رو میبینید. ببینید کریم صیقل همه اینها رو نقد کرده و گفته اینا همهشون دروغگو هست، احادیث نمیدونه، احادیث ضعیف و باطله برای مردم مگه برای شهرت. دانه به دانه نقد کرده. و حالا نکته جالب اینجا هست که کریم صیقل در لایف خود دانه به دانه تمام مولوی های مشهور فعلی سنی افغانستان نقد کرده، ولی آنها همهشان سکوت کردند و همهشان یک کلمه حرف برای گفتن نداشتند. حالا سوال از برادران اهل سنت افغانستان. برادران عزیز، آیا کریم صیقل راستگو هست یا مولوی های شما؟ یا علی مدد.